گیاهان یک توانایی منحصر به فرد دارند که خونه هامون رو به فضاهای آرامش بخش و دلنشین تبدیل میکنند. یه حس زندگی و شادابی به خونه میارن و ما رو با زیبایی های طبیعت پیوند میدن. گیاهان فقط جنبه تزئینی ندارن، بلکه باعث بهبود حال هوامون هم میشن. هوا رو تصفیه میکنن، استرس رو کم میکنن و روحیمون رو بهتر میکنن. با آوردن گیاهان به دکوراسیون خونمون، یه محیط زندگی سالمتر و شادتر برای خودمون میسازیم. توی این بخش، فواید زیاد استفاده از گیاهان در دکوراسیون خونه رو بررسی میکنیم. از زیبایی بیشتر گرفته تا بهبود کیفیت هوا، میبینیم که چطور گیاهان میتونن فضای زندگیمون رو کاملا متحول کنن. چه باغبون با تجربه باشید، چه تازه کار، یک گیاه مناسب هست که منتظر تا خونتون رو روشن کنه و به زندگیتون انرژی بده. بیاین با هم تو این سفر بریم و جادوی گیاهان رو در دکوراسیون کشف کنیم. تصور کنید که وارد اتاقی میشید که با سبزی‌های شاداب تزیین شده. رنگ‌های پر جنب و جوش، گل‌های شکفته فوراً روحیتون رو بالا میبره. صدای خشخش ملایم برگ‌ها یه فضای آرامش بخش ایجاد میکنه. گیاهان این قدرت رو دارن که یه خونه رو به یه کانون گرم تبدیل کنن. یه حس لطافت طبیعی به خونه میدن و آرامش و سکون رو به ارمغان میارن. هر گیاهی حس و حال متفاوتی رو تداعی میکنه. یه دسته گل تازه روی میز ناهارخوری یه حس شادی و جشن به فضا میده. یه گلدان استخودوس آرامش بخش روی میز کنار تخت خواب راحت رو به همراه داره. با انتخاب دقیق گیاهان و محل قرارگیریشون میتونید حس و حالهای خاص و دلخواهتون رو توی قسمت‌های مختلف خونه ایجاد کنید. گیاهان علاوه بر زیبایی ظاهریشون کلی فواید برای سلامتی هم دارن. اونا مثل تصفیه کننده های طبیعی هوا عمل میکنن. سموم رو از هوا میگیرن و اکسیژن تازه رو وارد هوای تنفسی ما میکنن. این موضوع توی دنیای امروز که آلودگی هوای داخل خونه یه نگرانی بزرگه، خیلی مهمه. تحقیقات نشون داده که بودن در کنار گیاهان میتونه استرس رو کم کنه و به سلامت روان کمک کنه. مراقبت از گیاهان هم میتونه یه جور درمان باشه. آبیاری، حرص و رسیدگی به این موجودات زنده بهمون حس هدفمندی و موفقیت میده. این یه فعالیت ذهن آگاهانه است که بهمون